صبح خیر. صبح خیر ماما. سلام به یه ولاگ دیگه با من خوش اومدین. امیدوارم که تو این ولاگ بهتون خوش بگذره. ما امروز خیلی کار داریم. من میخوام اشکان رو ببرم دکتر، میخوام نهار آماده کنم، میخوام پیاده روی بریم خونه یکی از دوستان، میخوایم بریم ببینیم حالا میشه با یه نینی کوچولو همین کار رو با هم انجام داد یا نه. اشکان صورتش یکم قرمز شده، اینجاش دونه ریخته و یکم هم آبریزش بینی داره. میخوام ببرمش دکتر ببینم مشکل چیه، شاید سرما خورده باشه. خلاصه که با من همراه باشین. خواستم صبح زود بیدار شم، ساعت 8 مثلا میخواستم حالا بیدار شم، منتها که نتونستم 8 بیدار شم، شد 8 و نیم و دیگه با اشکان با هم بیدار شدیم. الانم لباسمو پوشیدم آماده هستم، فقط میخوام یه میکاپ کنم. جانم میخوای بی بغلم بی. یه میکاپ کنم و آماده بشیم بریم بیرون. خلاصه اگر که دوست دارین ویدیو امروز ما رو ببینین با ما همراه بشین. سلام صبح بخیر. مامان چی میخوای بغلت کنم؟ آقا یادتونه قبلا مد بود که روی ماگا عکس خودتون رو میزدین؟ الان ببین من یه عالمه از این ماگا دارم، خودم نمیزدم ها، کسی برام هی میزد. یعنی دوستام هر سری برای هر تولد هر مناسبتی که میخواستن هدیه بدن یه دونه از عکسامو میزدن روی این ماگ. بعد گفتم خب حیفه دیگه بس ازش استفاده کنم. ببین چه خوشگله. یا اشکام به شما صبحانه بدم، صبحانه بدم خودم یکم موز بخور، دلت بگیره بریم خونه مامان جون، اونجا بهت غذا بده. بیا نه مامان این چاقو بوباست. او بیا ماما. اون چیه ماما که هی میخوای بری سمتش؟ اشکان لای 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 لای. الان منتظرم آب جوش بیاد، قهوه بخورم و آماده که هستم. قهوه بخوریم و بریم بیرون، بریم مطب دکتر نوبت بگیریم ببینیم که نوبت همون بشه. از وقتی مادر شدم همه چیز عوض شد، دیگه وقت برای خودم ندارم. چه اینجوری نگاه میکنی؟ همه وقتم ایشون گرفتن. خیلی و اینکه خب ببینید یه سری چیزا هست مثل همین اتفاقا شما نمیتونی اصلا ولش کنی، در ثانیه‌ای همه چی رو به هم میزنن. این قهوه رو بخورم یا نه؟ ماما بیا این دست بگیر، بیا این دست بگیر. چقدر خوبه این دست بگیر ماما. بالاخره کافی درست شد، اگر که سرد نشه بتونم بخورم. شدیم. اشکان لباسم کافی ریخ، اون کافی ها رو زد تو لیوانه دیگه،
شیخته شد رو اهلا بخیر و امش دکتر. خب بعدیم تو ماشین بالاخره بعد از کلی تلاش اشکانم داره با شال من فرمون رو تمیز میکنه. ببین درصد علاقه پسرها به ماشینشون، شال مامانشون برشون مهم نیست. منتظرم یه ماشین جلو درمون پارک کرده بره جا بشه و دیگه ما هم حرکت کنیم. فکر کنم دیگه دکتر رفت، انقدر من فیس کردم دکتر گم کنم رفته. وای چقدر آخه چرا جلو در مردم میستین؟ شما دست به فرمون نزن. خب ببین چه جوری فرمون رو دست گرفته. مگه من میتونم الان برم؟ چیکار میکنی شما؟ چیکار میکنی مامان؟ یکی از خوشبختی ما اینه که اطراف شهرمون کوه داریم و نظرم خیلی قشنگه که پنجره رو باز کنی و کوه رو ببینی. خیلی صحنه جذابیه. ما از تو خونمون معلومه اون کوه، این بهش میگن کوه بانیز. دکتر اومدیم گفت که یکم سرما خورده و یه کوچولو هم صورتش خشکی کرده، گفت به خاطر بوسه. حالا ما هر کی میخوایم بگیم بوسش نکن نمیشه. الان دیگه اومدیم خونه مامانم. این زمین رو به رویم دارن خراب میکنن که بسازن. اشکان جون داره غذا میخوره. چی دستته ماما؟ سیم آیفون. سیم آیفون دستته مگه نه؟ ما دیگه از خونه مامان بلند شدیم، میخوایم بریم خونه که غذا درست کنیم و اشکان جونم لالا کنه یکم، چون خیلی لالا داره. الان هم همش داره نق نق میکنه. اشکان خوابید، خیلی مظلوم. وقتی میخوابن دوست داری که همش بیدار شد، نمیدونم چرا. بیدارن میگه مامان بخواب دیگه، بسته بیدار شدی انقدر. حتی اشکان از صبح دیگه نخوابیده بود، بیدار شد رفت بیرون دیگه. اونم که خونم که رفتیم بخواب من بتونم غذا درست کنم. موقعی که میخواستیم بیایم اشکان روی لباسم یکم قهوه ریخت، یعنی زد توی لیوان قهوه مرکز شد روی لباسم. من واقعا عصبی شدم. تو دوره PMS هم هستم و من هنوز پریود نشدم بعد از زایمانم، ولی یه دوره قبل از PMS هست. من تو اون دوره هستم، یعنی شما اعصاب نداری اصلا، حوصله نداری، آدم بیاد دور برات میزنیش. نمیدونم این واقعا بالا پایین شدن هورمونا خیلی عجیبه. خلاصه الان من تو همون وضعیت هستم و واقعا میگم حوصله خودم هم ندارم حتی. نمیدونم مثلا چرا ویدیو گرفتم. بیدار شد، خلاصه من خیلی عصبی شدم، خیلی و خیلی خودم رو کنترل کردم که چیزی نگم، دادی نزنم، صدایی نزنم، چون که واقعا خب بچه هستی که نمیفهمه که من بخوام حالا داد بزنم سرش. ولی نشستم یه گوشه، اول گریه کردم به خاطر لباسی که دوست داشتم بپوشم. خیلی عجیبه، تو حالت عادی اصلا برای همچین چیزی من گریه نمیکنم. اصلا خورد شد. یه تخت دارم میکنم بهش ادویه‌جات اضافه میکنه. یعنی من عاشق بوی پیازم.
یکم زردچوبه بهش اضافه کردم. هیچ وقت پیاز با خودش تنها رها نکنه. بعد یک ثانیه هم بهش نمک و فلفل اضافه میکنیم. کلا برای گوشتم یکم دارچین بزنید به گوشتتون. بعد از نمک و فلفل یکم آب به گوشتمون اضافه میکنیم. اینجوری خودش بپزه. تقریبا خیلی خودش جدا. اینم 20 دقیقه تقریبا زمان داد برای پختش از وقتی که جوش میاد. بله برای که بپزه. برق اومد، گفتم تا برق هست من بقیه غذا درست کنم. عدسمون که جدا پختیم اضافه کنیم به گوشتم. این عدس اضافه کنیم به گوشت. حالا ترکیب گوشت و عدسه با هم میپزه. من نمکش اینا باز چک نکردم ولی بهش زدم دیگه. یکی بیدار شده. ببین الان تقریبا آبش کشیده شده و هم عدس پخته است هم گوشت کامل پختن. چکش هم کردم چون که آب بهش زده بودم نمکش و اینا کم بود اضافه کردیم. اون اضافه میکنیم. جان ماما عزیزم یکم هم زرشک تفت بدین. یه مقدار شکر بذاریم عقد بخوره. معمولا زرشک هم باید شعله‌اش زیاد باشه و فقط هم اینجوری باید بکنیم. قاشق توش نیفت. اگه قاشق توش بیاد دونه های شکر بهش میچسبه. ببین چه خوب شد. خوشگل شد. کم برنج بکشیم. نه گفت اشکال نداره. هم از اینو نوشه جان ما داریم میریم. ما کل عصر خواب بودیم با اشکان. خیلی چسبید. الان دیگه میخوایم بریم بیرون دوباره. چی میخوایم؟ چون اومدیم پیاده روی توی شهر. کم میوه بخریم برای خونه. ماما ترکیب میوه هایی که خریدیم شد سالاد میوه. اشکان جونم یه دونه سیب داره. کیف داره میکنه با این سیب. بفرمایید. چقدر خوش رنگن. آشپزخونه رو ببین. بعد از یه دونه شام خوردن با یه کوچولو. الان ساعت چنده؟ 10:30. من تا 12 کار کنم. سلام. همه جا رو تقریبا تمیز کردم. خونه رو مرتب کردم تقریبا. یه دستمال کشی میخواد، یه جاروبرقی میخواد. ولی ذهنم آزاد نشد. این ذهنم خیلی گرفته است.
نصف کار آشپزخونه رو ول کردم. مادم تشت گیلاسم رو بخورم، تشت میوه بخورم و خسته هستم. نمیدونم چرا انقدر خسته میشم زود، تازگی ها اینجوری شدم. اشکان خوابیده، ساعت 10 معمولا میخوابه. من 2 ساعت وقت دارم برای خودم باشم و این 2 ساعت باید خونه تمیز کنم. خیلی فشار اومد. از اون طرفم واقعا نمیدونم باید چی بگم. خدا رو شکر میکنم. نمیدونم فیلم ببینم، نمیدونم کتاب بخونم، نمیدونم بنویسم، نمیدونم خونه تمیز کنم، لباسا رو بذارم سر جاش، لباسا رو بشورم. الان تو لباسشویی لباس شسته شده هست، اما الان قطع شد، تموم شد، باید بندازم رو بند. آشپزخونه تقریبا کفش رو تمیز کردم، فقط مونده تی بزنم. میز نارخوری تمیز کردم، اوپن تمیز کردم، ولی ظرفا مونده و میدونم اگه بمونه برای فردا داغون تره. و یه چیز جالبی هم این که من تا خونه تمیز نشه نمیتونم کاری برای خودم بکنم و این نمیدونم دلیلش چیه. من رد میدم. ولی امروز به هدفم رسیدم. غذا درست کردم، بیرون رفتم. هدفهای خیلی کوچیکی دارم، یعنی واقعا هدفم بزرگ نیست که بگم میخوام نمیدونم فلان چی بخرم براش تلاش کنم اونا. نه، من فقط تنها کاری که دوست دارم تو زندگی خودم برای خودم انجام بدم اینه که زبانم خوب بشه. و الان هم دارم کلاس زبانم، ولی تازه جلسه اوله. قبلا رفتم، زبان فول نیستم. و یه چیز دیگه هم که دوست دارم آشپزیمو ارتقا بدم، یعنی مهارت آشپزیمو ارتقا بدم و این خیلی برام جذاب. بعضیا میگن تو که رفتی دانشگاه درس خوندی چرا سر شغل خودت نمیری؟ دوست ندارم واقعا شغل دولتی رو. دوست دارم تو خونه خودم باشم، بر خودم آشپزی کنم، لذت ببرم، ولی مهارت آشپزیمو ببرم بالا. و این نیازمند یکم وقت که من ندارم. فعلا بیشترین وقتی که میخوام بر خودم صرف کنم اینه که اشکان بزرگ کنم، تا 2 سالگیش قشنگ از لحظه به لحظهش لذت ببرم. ولی واقعا این فشاری که رومه نمیذاره این کار رو کنم. الانم میخوام بقیه کارهای خونه رو انجام بدم، یه دوش بگیرم، ببینم میشه ساعت چند، بخوابم بهتره، بیدار باشم. چون اشکان 10 که میخوابه خب دیگه کامل خوابش، از اون بر 8 صبح بیدار میشه. انتظاری ندارم ازش که تا 10 بخوابه، تا 11 بخوابه، بیدار میشه زود. خدا رو شکر فردا مادر شوهرم میخواد برام غذا درست کنه، یه تایمی دارم صبح که بتونم خونه رو مرتب کنم، ولی واقعا الان خوابم نمیبره، نمیدونم باید چیکار کنم. مرسی که این ویدیو رو دیدین. امیدوارم بهتون خوش گذشته باشه، امیدوارم دوست داشته باشین، لذت برده باشین، یه لحظه غماتون ازتون دور شده باشه. من میگم برای یک لحظه هم که شده ذهنتون آزاد شده باشه، برای نیم ساعت حتی. این آزادی ذهن رو من امیدوارم بتونم بهتون داده باشم. چی میگم؟ دوستتون دارم. تا الان که من دارم این ویدیو ها رو میذارم فقط 10 نفر سابسکرایب کردن، ولی خب خوبه دیگه، 10 نفرم خوبه. من واقعا امیدوارم شما دوست داشته باشین. دوستتون دارم. شبتون بخیر، روزتون بخیر. من برم ادامه کارم انجام بدم. بای بای. اگه این ولاگو دوست داشتی سابسکرایب یادت نره. تا ولاگ بعدی.